ضمن عرض سلام و تبریک خدمت خانم آرام جعفری و آقای بابک انصاری، مجموعه ملل امشب این افتخار داشته که ما در خدمتشون باشیم و برگزار کننده جشن عروسیشون باشیم. خواستم اگر یک کامنت به ما بخواید بدی چه جمله به ما میفرمایید؟ من اولا از صمیم قلبم خیلی خیلی تشکر میکنم از مجموعه محترم ملل، جناب آقای عزیزی، سلیقه‌شون، فضای چیدمان‌های قشنگشون واقعا از قلب من دلربایی کرد و من واقعا اینو میگم. من جاهای دیگر رو دیدم و با همسر عزیزم بابک جان هرچی نشستیم گفتم من بابک جون دلم مونده پیش امارت ملل. خیلی ممنون از آقای عزیزی و مجموعه محترمتون. اگر زمان به عقب برگرده مجدداً ما رو انتخاب میکنید یا خیر؟ 100 البته که بله، به واسطه اینکه متانت شما، رفتار حرفه‌ای شما جناب آقای عزیزی و کلیه پرسنلی که زحمت دارن میکشن در مجموعه ملل پرفکت و درجه یک و بی‌رقیبید. امیدوارم تمام جوان‌ها توی این شرایط سخت واقعا امیدوارم که به مراد دلشون برسن، خانواده‌ها عروسی بچه‌هاشون و دلبنداشون رو ببینن. از شما و از مجموعتونم خیلی خیلی سپاسگزارم بابت همه زحماتتون و مسلماً من توصیه میکنم به همه دوستانم که انشالله قرار باشه مجلسی رو داشته باشن حتما برسن منم که خدمتشون. با قلبم میگم بله. خیلی ممنونم ازتون، بهترین آرزوها رو براتون بدید.